مجلس بزرگداشت جمعی از مستشاران نظامی ارشد جمهوری اسلامی ایران در سفارت کشورمان در دمشق. شهادت جمعی از قهرمانان مقاومت از برادران ایرانی را تسلیت و تبریک میگوییم و خطاب به رژیم صهیونیستی اعلام میکنیم که با وجود این همه جنایت‌ها اما پیروزی از آن ملت‌های مستضعف منطقه است. شماری از مقامات ارشد سوری و همچنین نخبگان فرهنگی، اجتماعی و مذهبی سوریه با حضور در این مراسم و امضای دفتر یادبود فرماندهان شهید بر ادامه راه شهدا تأکید کردند. ما تأکید می‌کنیم که روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران را با قدرت ادامه خواهیم داد و این گونه جنایت‌ها هرگز ما را از رسیدن به اهداف برحق محور مقاومت باز نخواهد داشت. ارتش سوریه هم در تکریم سردار شهید محمد رضا زاهدی و همرزمان شهیدش مراسم نظامی و با حضور فرماندهان ارتش برای تشییع پیکر پاک شهدا برگزار کرد. این حمله نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در تنگنا قرار گرفته و در حال شکست خوردن است. به همین علت باید برای مقابله با این رژیم آماده باشیم. به شما بشارت می‌دهم که شکست دشمن نزدیک است و به زودی سرنگونی این رژیم را جشن خواهیم گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم تصریح کرد وجود این شهدا که ما اونها رو شهدای اقصی نامگذاری میکنیم افتخاری است برای همه اونهایی که در مسیر حق حرکت میکنند و قطعا این شهدا اراده ما رو برای مبارزه و نابودی این رژیم تقویت میکنه. این مراسم که برای اولین بار برای شهدای غیر سوری برگزار می شود پیامی به دشمن صهیونیستی است مبنی بر وحدت میادین در سرتاسر محور مقاومت است و اینکه شهدای مدافع حرم شهدای سوریه هستند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.